عبادالله مشرب هنرپیشه خلقی تاجیکستان و کارگردان اکثر چهاربینی‌های دولتی در صحبت با آزیا پلیوس در شرح نوار برخورد تندش با رقاصه‌ها که در شبکه‌های اجتماعی پهن گردید و واکنش‌های زیاد و اکثرا منفی را به بار آورد گفت یگان گپ بی‌زیب نگفتم و باید سختگیر باشم. مسئولین این انسامبل‌های رقصی میگویند شکایت ندارند. معاون یکم وزارت فرهنگ گفت با کارگردان درباره شیوه برخوردش صحبت میکنند. سخن از نواری است که روز 8 اپریل سال 2024 در شبکه‌های اجتماعی پهن شد و در آن نفر گروه دختران در صحنه ایستاده را برای دیر کردن به مشق کنسرتی شام دوستی تاجیکستان و ترکمنستان با یک لحن تند سرزنش کرد و از واژه‌های تند و درشت استفاده میکند. شما مسلمانید یا که شما را کی زایده کرده این دنیا؟ من نمیدونم کی زایده همی خالی دختری به معنی پدر لعنته کی زایده ای؟ کاش کی نمیزایدم شما را در این دنیا پیدا نمیشدیم. صدقه آدم شوید اینا. ساعت 9:30 شد 9 باید من سر میکردم برای دیتا محمد علی باز پشت. مؤلف نوار گفته است که این نفر عبادالله مشرب کارگردان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان است. نشر این نوار میان کاربران شبکه‌های اجتماعی اندیشه‌های گوناگون را به میان آورده و آنها این کار کارگردان را شدیداً انتقاد کردند. عبادالله مشرب روز 9 اپریل به آزیا پلیوس تصدیق کرد که این سخنان اوست. او گفت من یگان گپ بی‌زیب نگفتم. این مسئله کاری من است و باید سختگیر باشم. اگر همین کار رو نکنم آنها باز دیر میکنند و کار پیش نمیرفت. رقاصه‌ها خودشان ما رو نغز میفهمند. شرح داد عبادالله مشرب. عابد نظریان معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان در تماس تلفنی گفته است که از رخ دادن چنین حادثه خبر ندارند ولی در این باره با کارگردان صحبت میکنند. مسئولین انسامبل‌های رقصی پیروان این برخورد عبادالله مشرب حرف مشخص نمیگویند و شکایت هم ندارند. زیبا امینزاده رهبر انسامبل رقصی زیبا در تماس تلفنی با آزیا پلیوس گفت که رقاصه‌های این انسامبل در آن تمرین اشتراک داشتند ولی در این رابطه برابریت حرفی نزدند. سبب دیر اومدن چندین رقاصه بود ولی کارگردان همه را سرزنش کردند زیرا دسته کامل نبود و مشق را گذرانیدن نمیشد. کاربران می نویسند که این افراد باید شأن و اعتبار مردم زیردست خود را چنین پس نزنند، خصوصا وقتی سخن درباره شخصیت‌های در جامعه شناخته و هنرمندان عنواندار می رود.